مطمئنم این راز از ماینکرافت جاوا نمیدونستی که اگه موقع ساخت ورد جدید توی بخش ورد بیای و این بالا ورد تایپ که دیگه هممون میدونیم چیه دیگه، تایپ وردمون یا مدل ساخت وردمون که دیفالت و سوپر فلت و لارج بایوم و این حالت و سینگل بایومو داره، میتونیم تایپ وردمون رو انتخاب کنیم. ولی خب بجز این چند حالت یه نکته مخفی داره که اگر شما دستتون رو روی آلت سمت راست کیبوردتون نگه دارید و چند بار اینو انتخاب کنید، میرسید به دیباگ مود که این حالت براتون باز نیست تا دستتون رو روی آلت نگه دارید. و اگر کریت نیو ورد رو با دیباگ مود بزنید، یه همچین وردی براتون ساخته میشه که تمام بلاک های ماینکرافت مثل درک باز و بسته و کنده و نمیدونم تابلوها و تمام بلاک های ماینکرافت به سبکایی که میتونی روی زمین بذاری یا میتونی بچینیشون اینجا گذاشته شده و واقعا نمیدونم دلیل ساخته یه همچین تایپی برای یک ورد از طرف ماینکرافت چی بوده و خب مثلا چرا یه همچین چه دلیلی داره که همچین چیزی ساخته شده. اگه از این ویدیو خوشت اومد و برات جالب بود، میتونی ویدیو رو لایک کنی که قرار کلی از فکتای ماینکرافت بدراک و جاوا برات بذارم مثل این یکی. و اگر از سبک ماینکرافت خوشت میاد و ویدیو ماینکرافتی دوست داری، حتما کانال رو سابسکرایب کن که کلی ویدیو ماینکرافتی برات اونجا قرار دادم.